اینها کارهای خودشون تا جای انجام داده ایستادند و یگانه با قوت کردن قدرت دولت قرقیزستان در جنگ میان تاجیکستان می‌حسابند. به همون خاطر است که میگم رحمانوف فعلا دیگر همون رحمانوف است. اگر اسفره را بگیرن، خوجند را بگیرن، تا شهرستان و عینی را بیاین، در تاجیکستان ما 24 ساعت رابطتون تمام است. به همون خاطر بار دیگر براتون میگم که رحمانوف هم در این قضیه برای این مخالفا را خوب یک طرف زاویه بگذاره و بگه که آن جنگ است، باید ما جنگ کنیم، ملت باید وحدت پیدا شود، باز هم خوب دیگر میکنن. ولی در اینجا جنگ اصلا یک وجه پیش قفا یگان نفر رفته نمیتونن. اگر اونها بگیرن که جای را ما بگیریم تا بودکنده، باز دوباره با همون قلمرو سابقمون برمیگردیم و شهیدان یا مرده های زیادی از دو طرف وجا میگذارد. ولی مردم دیگر در فکری برطرف نمودن بقایای جنگ میشود و این دزدان و غارتگران در سر قدرت در هر دو کشور باقی میمانند. و این خاطر شما با دسیسه هایی که فعلا اینها میکشند داده نشوید. ولی فعلا آنچه که ما در مورد قرقیزستان میگوییم، بینندگان گرامی و همملتان و هموطنان گرامی، باید زیرکی سیاسی را از دست ندهید. فکر کنید که اینها برای بقای قدرت خودشان میخواهند تاجیک و قرقیز را بکشند تا اینکه چند هزار قرقیز و تاجیک بمبرد، خانه ها ولنگار شود و پس از اون باز از جامعه جهانی هر دش کمک طلب کنند این منطقه ها را بسازند تا اینکه چند سال ها میگذرد. خب دیگه صدر جعفر و قطع تشریف نمیاد در گرانیسه خونه راست کنه، یا بچه او نمیبره کوخی، یا دامادش نمیبره کوخی، همه مردم عادی میبرم و مردم گیرم در قدرت من باشم. به همون خاطر شما وطن، ملت و پیش گفته خودتون را بکشتن ندید که اگر شما تا بیشکک هم که برید دوباره برمیگردید با همون جایی که نه، اگر اونها تا عینی و تا شهرستان و تا بولا برن دوباره پس میگردن میان تا همون خریطه سابق خودشون. به همون خاطر این جنگ یگان نمود خیلی یعنی برنده ندارد جز از کشته شدن و ولنگار شدن خانه های مردم تاجیک و دیگر هیچ یعنی که فایده برای یگان کس ندارد جز برای رحمانوف و صدر جعفروف و تشیف و اس یتیم و رمضان رحیم‌زاده و همین کلاخرانی که فعلا ملت را دزدیده و غارت کرده ایستاده است. حال یگان گپ نیست، تنها نقشه کشیده ایستند و قبل از اینکه اینها نقشه بکشند ما این گپا رو برای شما خبر کرده ایم، آگاه کرده ایم.